پروژه پیرامون قصه زندگی ما آدم‌های معمولی است. پروژه شماره 2 بخش 2 حسین دریوش متولد بندرعباس سال 1334. حالا من این گفتگو فکر کردم من چون به اصطلاح خیلی از سرنوشت و سرگذشت خودمون حالا به این شکلی بیان کردم در داستان‌های کوتاه، در به اصطلاح مسائل مختلف، همون چیزایی که حالا به گاگوداری هم مهم به نظر نمیاد. من اینو همه خاطره گناه گاهی بازخوانی کردم، به شکل یه داستان کوتاهی در آوردم تحت عنوان کنسرو داستان، که اگر فرصتی باشه در هر جلسه یه دونه از این داستانا رو انتخاب کنیم بخونیم اینا به هر صورت، حالا برای اختتام برنامه یا برای شروع برنامه. من زندگی خودم فکر کنم کودکیم یه مقداری گفتم و حالا فرازهای مهمش که حالا به نظر خودم به هر صورت بود یه مقداری گفتم تو کودک، ولی اون چیزایی که به اصطلاح غیر مهم که گاهی به اصطلاح به چشم نمیاد ولی به هر صورت اهمیت بسزایی دارن، تحولاتی که من دیدم. یعنی به اصطلاح مثلا من یه خاطره از کسوف دارم، مثلا سالای نمیدونم تو کودکی که به اصطلاح خورشید گرفتگی. یه خاطره دارم از سال خیلی پر باران در منطقه هرمزگان که مشهور شد به سال گلی. بعد تو منطقه ما بعد یک فراز دیگه از این، یعنی اومدن ملخ مراکشی، اومدن ملخ، سال ملخ هم من بود. احتمالاً کودکی در حدی که جسه که خواهر کوچکن که به اصطلاح نمیتونستم بلندش کنم، مثلا احتمالاً حالا شاید جزء اولین خاطرات تلخه و چون خاطر تلخی بود به یادم مونده، به ذهنم مونده. بعد موضوع این شکلی بود که ملخ که می اومد به اصطلاح این نشا مثلا تنباکو که اونجا به اصطلاح تو خزینه می کاشتن، این نشا براشون خیلی مهم بود. هرچی به اصطلاح مردم رو انداز و این چیزا داشتن برمی داشتن مینداختن روی. وقتی ملخ می اومد مثل یه لکه ابری خورشید رو می پوشون. بعد ملخ که می نشست به اصطلاح دیگه وقت بلند می شد دیگه سر جاش همه چی رو درو کرده بود. یعنی فکر میکنم مثلا اینجا اگه یک به اصطلاح جالیز بود وقت بلند می شد دیگه خاک تمام بود. اون سال به اصطلاح وقتی که ملخ اومد بابای ما صدا کرده توی مزرعه‌ای که بود به اصطلاح که هر خاکنداز و زیلو و پتو و هر چی دارین جمع کنیم بیاین. به اصطلاح مادرم جمع کرد 4 تکه دستشو فرار کرد برسونه دست بابام. خواهر کوچکه من از خواب پرید و بعدش به اصطلاح معمولا اجاق وسط به اصطلاح کومه بود. اجاق وسط کومه بود و به اصطلاح این افتاد تو اجاق آتش. من نتونستم بلندش کنم. بعد دویدم مادرم رو صدا کردم. این خاطره تلخ سال ملخه. اون سال محصول چون دیگه صفر شد، در حد صفر شد، فقط مثلا اونایی که متمول روستا بودن و اربابا و این چیزا شاید مثلا گندمی آردی به اصطلاح برنج چیزی داشتن برای خوردن. طبقات به اصطلاح خوشنشین که به اصطلاح چشمشون به زراعت بود و این چیزا هیچی نداشتن بخورن. همون ملخ ها را
ملخ ها رو به هر صورت جمع میکردن و میجوشوندن. همون وقتی که ملخ حمله میکرد دیگه ملخ ها به اصطلاح وقتی میخوردن دیگه توان تکون خوردن و پرواز نداشتن، یعنی میافتادن دیگه. بچه کوچک هم میتونست ملخ ها رو جمع کنه. ملخ ها رو جمع میکردیم و بعدش میریختیم تو دیگای جوش، آب جوش بزرگ. بعد این ملخ ها رو دوباره میریختن روی حصیر و خشک میکردن و بعدش توی یک زنبیلای خیلی بزرگی که بهش میگفتن کفات درنگوشات که از برگ نخل خرما درست میشد. مثل این. بعد این دیگه توشه اون سال بود. این ملخ ها دیگه حالا یا پودر میکردن، اشکنه درست میکردن با آب جوش و به اصطلاح میخوردن. یا خوش کم میشه خورد، میشه آجیل و مویز اینا خوش کم میشد خورد. تو جیبمون میریختیم میخوردیم یه ملخ ها را. یاده بله دقیقا یادم. بله سال ملخ ها یادمه دقیقا. یعنی که اون سال فقط خرما و ملخ بود. خرما هم به عرصت خرمای سال گذشته بود، یعنی خرمای همون سال نه، چون خرما اون سال دیگه یه دفعه محصول از بین برد. محصولات دو بین محصولات به غیر از توتون که میکاشته، توتون و تنباکو، یه چیزها بود که میده به عمل؟ اونجا جو گندم ذرت به فصلش، جو گندم ذرت و بعدش به اصطلاح لوبیا، نخود. بعد شما تو صحبت قبلی که با هم کردید گفتید شما خوشنشین بوده. بله خوشنشین هم همه ما زمین نداشتیم. نه زمان زمین زراعتی و از نداشتیم، میرفته کار میکرده دیگه. میشد عمله دیگه. اون بابای ما مثلا میشد عمله اون ملک ارباب. ملک ارباب بهره مالکی بود. مثلا سهم زمین، یه سهم زمین فکر کنم 8 یا 10 میرسید به کارگر. 8 یا 10 محصول میرسید به کارگر، که کارگر هم یک به اصطلاح ارفاقی که بهش میکردن در کنار زمین ارباب. اگر زمین رو توسعه میداد، اون مقداری که توسعه میداد اون سال، همون سال مال خودش بود. مثلا زمین یک محدودش به اصطلاح حالا یا به رودخونه طی میشد یا به پشته و کوهستان و دامنه اینا طی میشد زمین کشاورزی. این برصد اگر میکند زمین رو توسعه میداد، حالا به سمت کوه یا به سمت رودخونه به اصطلاح سنگرور میکرد، زمین رو به هر شکلی توسعه میداد، اون قسمت همون سال مال خودش بود. زمین هم مال اون بود؟ نه فقط کشت همون سالش. زمین هم میمون دوباره بره میمون سال دیگه این بهش میگفتن مکاسمه. و سال بعد توی یه جای طرف ما، طرف تقا سرداره بندر باز، این ور بهش میگم بش کورکلا. بش یعنی سهمیه که کورکلا یعنی مرغه، یعنی پرنده است که اون بندازه که کورکلا میخوره بش کورکلا کم، مقدار خیلی کم. این بش کورکلا میشد مال به اصطلاح رعیت تو اون سال، و سال بعد دیگه میشد جز زمین ارباب دیگه. این باید زمین رو توسعه میدادیم. این روشی برای توسعه بود. آبیاری دو چجوری بود؟ آب به هر صورت هر ملکی از آب روستا حقابه داشت دیگه. نه چاه نبود، چشمه بود. یه چشمه بود در دامنه تنگ کوه باز توی تنگه مصری. مشهور بود به تنگه مصری، که از اون تنگه مصری آب می اومد به این روستای ما که روستای دمتنگ اسمش بود. روستای دمتنگ به اصطلاح این حقابه دیگه قسمت میشد همون بالا. البته از اول اون باغ آبیاری نزدیک چشمه آبیاری میشد، بعد اضافهش میومد تو روستا تقسیم میشد. حالا هر کسی به فراخور زمینش، هر مقدار زمینش که آبیاری میکرد. البته یه برکه هم بود که مثلا آب نگه میداشتن برای کشت، برای موقع کشت. چیزی که خاصی که دیگه مناره همین بحث بهره مالکانه است. قحطیه چقدر؟ چی؟ قحطیه چقدر طول کشه؟ یک سال بعد مقدارش کم دیگه. احتمالاً مبارزه با ملخ صورت گرفت، فکر کنم احتمالاً مبارزه با ملخ صورت گرفت و دیگه طول نکشید. یک سال
اون یک سال به اصطلاح سال ملخی مشهور شد. ببخشید این سوال از میپرسم، حالا این چیزی که شما دارید میگید داره مایی که الان هست میذاره با همه مشکلاتی که هست ولی میذاره غیر قابل باور میشه اون خوردن اون ملخه و بوده. این چیزی نیست که بگیم ایشون توی اعظم مشهدی هم اتفاق افتاده. بله اثر ناچاری بود. بله اثر ناچاریه، یعنی شما نه طعم و نه خود ملخ و نه هیچ چیز دیگه، آدم فقط برای اینکه زنده بمونه. بله ولی حالا میگم ملت فرهنگ خاص منطقه جنوب که از میگوی دریا هم خشکش میخوردن، ماهی کوچک متوتا هم خشکش میخوردن. شاید به لحاظ ذائقهشون سازگار بود با این مسئله، خیلی غامض نبود، خیلی ترسناک و بد نبود. میگم چون ما بندریا خب ماهی کوچیک دریا که بهش میگه هشینه یا متوتا ماهی خیلی ریزی، این متوتا ماهی ریز خشک میکنن زیر آفتاب، بعد میکوبن به عنوان غذا میخورن، با پودرش میگم پودر ماهی میشه دیگه، پودر ماهی میشه تو آب و اشکنه و به هر صورت به اصطلاح بابلیمو و با این چیزا میخورن. چون این عادت بود، فرهنگ بود، خیلی خوردن ملخ دیگه، حالا ملخ دشت و بیابون، چون ملخ دریا قبلا خورده بودن، ملخ دشت خیلی غامض نبود خوردنش، میخوردن. آره راحت. صحنه عجیب غریبی از اون موقع یادتونه با اون قضیه با اون ملخ؟ صحنه عجیب و غریب که این وقتی که ملخ می اومد ما دیگه الان دیگه برای ما دیگه الان ملخ دیگه چیز، برای بچه‌ها دیگه ملخ چیز بدی نبود، جنبه تفریح و بازی و سرگرمی هم تا میگفتم ملخ، مثلا یه چادر چیزی ورمی داشتیم میرفتیم مینداختیم روی بوته که ملخ می نشسته، میرسونیم خودمون به بوته، بعد بوته دیگه پر ملخ بود، چادر رو مینداختیم روش و بعد به اصطلاح جمع که میکردیم دیگه پر ملخ بود. به هر صورت دیگه صیدمون بوده، صید روزمون بوده. بعد کسی بود که همین هم نتونه انجام بده؟ نه دیگه این از جسه همه برمیومد. معمولا آدم مسن دیگه چه کار میکرد؟ مثلا ملخ ها وقتی که میخوردن سنگین میشدن دیگه نمیتونه، تو راحت میتونستی مثلا توی یه خط اگه با دست هم میکشیدی، با دست یک گودی میکنی با دست میکشیدی به اندازه که یه پنجه دست توی خاک بره و بعد اینو میکشیدی، ملخ ها توی گوده که میافتن نمیتونستن برن تو چاله. بعدش این داسک های پاشون که این داسک های پاشون میگرفت به همدیگه رو مثلا گیر میافتن توی همون چاله. بعد شما فاصله دو تا دریا چقدر روستاه؟ فاصله دریا تقریبا 60-70 کیلومتر است. دریا 60-70. شما تو بچگی که تا رفتید مدرسه تو شهر خاطری با دریا نداشتید؟ به مواجه مثلا؟ آره بیشتر کوهستان بود. بله بیشتر کوهستان بود، یعنی کلاس دوم دیگه، کلاس اول من دبستان باغستان بودم، روستای بغلیمون یعنی روستای خودمون به حد نصاب نمیرسید دانش آموزش. بعد سالی که سپاه دانش اومد، اولین سپاه دانش اومد، به اصطلاح دیگه مدرسه ده ما فعال شد، سال احتمالاً حالا 41-42 که من سال سوم دبستان دیگه کوچ کردیم اومدیم، چون دیگه کفاف زمین های اربابی حالا یکی از مسائل اصلاحات ارضی هم که بود دیگه، اصلاحات ارضی تقسیم که شد دیگه زمین ها کفاف زمین به شما نرسید؟ نه ما خوشنشین بودیم، ما اصلا زمین نداشتیم، چون زمین هر کس داشت میرسید دیگه، به خوشنشینا نمیرسید. زمین رو تقریبا مثلا مال ما پلو ما دیگه قسمت که شد من میرسید به همون اقوام سببی و اقوام نسبی ارباب دیگه. اونایی که روی زمین کار میکردن هم نمیرسید. نه یعنی منطقه ما البته منطقه تقریبا نظر کشاورزی منطقه خیلی پرباری نبود. بهترین منطقه مثلا کشاورزی بندرعباس منطقه حاجی آباد و منطقه به اصطلاح دشت کوران و دشت و اینجا، مثلا اونجا که دشت‌های خیلی بزرگ داشتن گندم کار داشتن، اونجا حالا اصلاحات ارضی ممکنه به اصطلاح تلیه‌اش بیشتر مشخص باشه، ولی پهلو ما نه. پهلو ما اون زمین‌های ارباب کوچک شد به اقوام
نسبی و سببی خودشون رسید، چون آخه صورت مجلس رو ده میکرده که از خدا و خود هم ارباب ده و اینا صورت مجلس میکردن و افراد قلمداد میکردن که به زمین گیرشون بیاد یا نه لیست میکردن، اونا لیست میکردن و اونا اول اقوام نسبی خودشون و ده ما چون کوچیک بودیم خیلی مثلا خیلی قامز نبود، فقط چون زمین ها کوچیک شده بود دیگه کارگرای خوشنشین مجبورش به کوچ به شهر شدن دیگه. بعد دیگه چه بلایی همون ملخ یادونه؟ از ملخ دیگه چیز خاطره تلخی بعد نداره. از اون مثلا دیگه مثلا سیل بیاد، زلزله بیاد، یه قحطی بلند مدتی بیاد؟ نه من چیز دیگه تو سن سال ما تو سال 40 به بعد دیگه همون ملخ غامض‌ترینش بود. سال ملخ غامض‌ترینش بود دیگه، چیز سختی یادم نمیاد. یه سال خیلی خوبم یادم میاد که مشهور شد به سال گلی، سال پربارانی بود. یعنی فکر کنم که قبل از بعد از سال ملخ یه سال پرباران داشتیم اینا. البته که حرف از دریا میزنه نمیتونیم بگیم، از بندر حرف میزنه نمیتونیم بگیم از دریا حرف نزنه. بله دقیقاً همینطوره. یزد که در مورد کویر و گفته تاریخش نمیشه حرف نزنیم. بله. در مورد دریا بگید. بله. دریا رفته. بله دریا کودکی ما به اصطلاح یعنی چون جایی که بابامون دیگه بعد از اینکه دیگه اومد تو شهر یه سال دو سالی کارگر سنپاشی بود، سال ریشه‌کنی مالاریا. سال ریشه‌کنی مالاریا که کارش فصلی بود و میرفت مالاریا و بعد برمیگشت به اصطلاح بعدش دیگه خودش شد پاچالدار. پاچال سیب زمینی و گوجه و پیاز و اینا داشت، همون دقیقاً لب دریا بود. لب دریا تقریباً لب دریا بندرعباس اون سال تقریباً آب میومد تا همین جایی که بساط میکردن میومد، دقیقاً لوتیو بهش میگفتن. فضا رو برام بگید چه جوری بود؟ شکل و شمایلش هم میخوام برام بگید. بله. لوتیو دقیقا حالا شما موج که میزد تو مد آب میومد بالا تا دقیقا تا مثلا یه جایی که مثلا 4 تا سنگ چیده بودن که مانع آب به بساطشون بره تا اینجا میومد. تا الان اگه بندرعباس به اصطلاح تصویری بخوایم بکنیم ازش دقیقا حالا بازاره رو میخوام اون بازاره که دقیقا بازاری بود که به اصطلاح با حداقل سایبون بود دیگه. یه حسیری مینداختن، 2 تا چوب بهش بس میکردن، حسیره 4 تا چوب همجوری موقتن مثل ثابات. حالا مشهور شما هم ثابات داری، مثل ثابات درست میکردن، 4 تا چوب میبستن با بند به هم دیگه، یه تیکه حسیر مینداختن روش، این میشد محل بساطش. بعد همه چیز آره همه چی توی این براس بازار همه چی بود، از مثلا حالا ادویجات گرفته تا مثلا فرسیب زمینی، گوجه، پیاز، مثلا سبزی خوردن، ماهی، همه چی بود توی این بازار دیگه. شما ماهیگیری هم رفته تا؟ ماهیگیری نه، من mاهیگیری نکردم. البته به عنوان تفریح دنبال بچه‌ها رفتم، دنبال دوستان برای تفریح، ولی ماهیگیری به عنوان شغل نداشتیم. ما حد اکثری که چیزی که داشتیم رنگ دوچرخه با تناب اینا تهش میبافتیم، رنگ دوچرخه مینداختیم، بعد معمولا خرچنگ میگرفتیم، سینگو به اصطلاح بندریا بهش میگن سینگو، و سینگو میگرفتیم دیگه. البته سینگو ها وقتی خرچنگ ها گوشت خیلی خوبی دارن، گوشت خیلی لذیذی دارن، همونجا هم مثلا توی حلبی مثلا زیرش آتش میکردیم یا میپختیم یا مثلا تو آبجوش مینداختیم میپختیم اینا میخوردیم همونجا در همون لب دریا. بعدش مثلا ما یعنی تمام وقت تعطیل مدرسه ما لب دریا بودیم. حالا لب دریا هم کار بود هم تفریح بود دیگه برای ما. کارش هم مثلا حالا بیکار که بودیم به یک نفر یه خریدی میکرد، یه زنبیلی معمولا یه لنگی داشتیم که میبستیم پشت گردنمون، این وسایل مردم رو مینداختیم توی لنگو، مینداختیم دور گردنمون، میبردیم تا پای اتوبوس یا ماشین کرایه که گرفته بودن تا اونجا. این فاصله تقریبا که حمل میکردیم بارا مثلا 5 ریالیت رو من به ما میدادن، این درآمدمون بود معمولا. اولین باری که از بندر خارج شده مثلا تنهایی رفته با دنیایی غیر از این دنیایی که تا حالا دیده بوده؟
من اولین بار که حالا میگم به لحاظ نوع خاصی از رفتار، حالا به اصطلاح ارتباط روابط عمومی رو اون زمان میخوام بگم، من یه ارتباط پیدا کردم با روزنامه کیهان. و به اصطلاح به عنوان خبرنگار دانش آموزی. البته کارت چیزی نداشتم، انگارگذاری خبری چیزی و آگهی هم جمع میکردم برای همین روزنامه، توزیع روزنامه، قسمت توزیع دفتر کیهان تو بندرعباس، گاهی آگهی هم جمع میکردم برای میبردم. این باعث رابطه من شد که من با آقای جواد تالی که الان خبرنگار خیلی مشهوره دیگه، در تو سنای بازنشستگی اروپا است، اینو فرستادم بندرعباس برای تهیه گزارش. این من راهنماش بودم و بعدش بردم و چرخوندم بندرعباس و مثلا اون کپراش و برش جای فقیر نشینش و همه چی و معبد هندوها و بعدش به اصطلاح حتی به آخرین نماینده هندوها که رفته بود آقای جلالی نامی بود، رفتیم با اون مسابقه کردیم این چیزا. بعد من دیپلم که گرفتم، اولین بار اومدم از بندرعباس خارج شدم. من دیپلم که گرفتم از بندرعباس اولین بار خارج شدم و رفتم تهران. به واسطه همین به اصطلاح خانواده منشی خانواده مصباح‌زاده بود، سروشیان نامی بود، به اصطلاح مادر این فرهاد سروشیان که منشی دکتر مصباح‌زاده بود. به اصطلاح من رفتم تهران، بعدش رفتم خونه اینا دورای یوسف آباد کوچه عبدو بود. به اصطلاح رفتم اونجا، اولین بار که رفتم اون سال بود از بندرعباس خارج شدم. چقدر فرقش بود بندر با تهرانی که شما یک رو از سری بار؟ خیلی اصلا من چیزایی که اون سفر من دیدم چیزای خیلی غامضی تو سن، یعنی تهران با بندرعباس قابل مقایسه نبود. تنها ساختمان به اصطلاح بلند بندرعباس اون زمان ساختمان 7 طبقه به اصطلاح بانک ملی بود، بانک ملی و بانک صادرات، تقریبا این دو تا ساختمان 7 طبقه بود دیگه. حد اکثر ساختمان مثلا 2 طبقه قدیمی و با بالاخونه و این چیزا بود که معمولا انگلی و چندلی و آجوری و این چیزا بود. تهران برای من خیلی به اصطلاح جاذبه داشت. ولی خب این وقت نه ما فیلم میدیدیم، چون از کودکی یکی از پاتوقای ما سینما بود، هم به لحاظ خنکیش چون چیلور و کولر برسه پنکه داشتن، هم به عرضه جاذبه داشت برام، چون فیلم زیاد دیده بودیم دیگه. تهران برام غریب نبود. مثلا لاله‌زار و فیلم ها همه دیده بودیم اینجا، مثلا خیلی توی فیلم ها به عرضه اون ذهنیت رو داشتیم از تهران، این که خیلی برام. ولی به لحاظ تفاوت مثلا بندرعباس میخوام بگم 3-4 تا یعنی بیش از 3/4 جمعیتش تو کپر زندگی میکردن تا سال 55 56 حتی. کپر هم حالا بعدش صحبت. بله کسی ذهنتون باشه توضیح بدید، حالا اینا رو بگید تو برگردیم. خیلی یعنی 3/4 میگم 3/4 کپر بود که به اصطلاح حالا زمانی که شاه مثلا اولین بار اومد که بندرعباس افتتاح بکنه، اسکله گهرو یا اسکله پامرو و اسکله گهرو اولین بار اومد افتتاح بکنه، دقیقاً حالا چیزی که اون وقت مثلا تو زبان افتاده بود میگه که به شاه نگفتن که داخل اینا مثلا آدم زندگی میکنه، گفتن اینا مثلا کاه مثلا علوفه برای گوسفندا و این چیزا. چون دقیقاً فرودگاه جایی که هواپیما می‌نشست درست وسط همین کپرا بود. یعنی که الان مثلا شما اگه بندرعباس حالیه، مثلا بیمارستان شهید محمدی فرودگاه بندرعباس بوده، فرودگاه قدیم بندرعباس بوده و به اصطلاح دور تا دور این کلا همه کپر بود. بیشتر البته مهاجر مال منطقه جنوب کرمان رودبار جنوب بودن و خود بندری هم به اصطلاح حال روزشون دیگه برمیگشت به
یه دونه مثلا حالا بهش میگن پاوگلی بهتر بگیم، یعنی مثلا این خونه اتاق که میبستن نصفشو به اصطلاح با خشت کار میکنن یا با سنگ و گل کار میکنن دیگه، روش به اصطلاح سایبون سوند برگ بافته نخل خرما، یعنی دیوار بود، سقفش کپر، سقفش به اصطلاح سوند بود، همون بافته برگ نخل خرما بهش میگفتن سوند. برمیگرده به همون اقلیم، بر نمیگرده شاید قبل ها هم ساختمون با برگ خرما و اینجوری برایشون راحت تر بودن، فکر میکنم مثل خونه‌های خشتوگیری. بله راحت اینجوریه. نه نداری بوده، نداری بوده چون سخت بود. به عرض شما خشت با گل رس رو مثلا میخریدی، یه بار گل رس رو میخریدی، بعد استا میآوردی خشت میزد، بعد خشت رو مثلا کار میکردی. این که ما مثلا سال 1352 که من کلاس 10 بودم دیگه تقریبا دیگه اتاق داشتیم. از کپر اومدید بیرون؟ کپر اومدیم بیرون 50 بود. سرمایش گرمایش این کپر رو تو گرمای نه از گرما سرما مشکل نداشت، چون سرما مثلا اینا یه حالت به اصطلاح داشت که بادگیر درست میکردن روی کپر، یه خورده هم اگه نم آب بهش میزدن دیگه خنک میشد. شکل شمایلش بهم بگی چی؟ شکل شمایلش مثل معمولا دقیقاً اگر حالت شیروانی ها که سوله الان میزنن، حالت سولا و شیروانی هشتی اینا میزدن، بعدش به اصطلاح برگای نخلا با چوبشون میبستن به هم دیگه میبافتن، یعنی یه بافته درست میکردن به نام سمنت که الان مثلا همین حسیرها اینا حسیرهای آویز که میزنن پشت پنجره تقریبا مال همون اصلا بافته با نخل الان، ولی اون وقتا بافته باز نخل خرما بود، اینا برگ نخل خرما یا سیس یا الیاف نخل خرما. خرما همه چیش قابل استفاده است دیگه، از چوبش و برگش و بعدش همه چیش قابل استفاده بود برای بافت و برای خونه. آره حتی پنیر خرما رو کردش. پنیر خرما و بله همه چیز یا خوراک بود یا به اصطلاح پوشاک بود. حتی با کفش هم باش میبافتن با الیاف نخل خرما. یه کفشی میبافتن که تو بندر عباس بهش میگفتن سباس. سازگاری با اقلیم. سازگاری چون چاره هم فکر کنم اینم زمان شما نبوده، من فکر میکنم از خیلی سال قبل رسیده بوده به شما، یه لولایی بوده بین مدرنیته و سنت قبل خودتون. نه آخه مثلا که هرچی توان اقتصادی رشد کرد مثلا دیگه حفظ نشد اونا. نمیدونم کنید، من فکر میکنم چند صد سال قبل پشت سر شما بوده. بله. شما یه مرزی بوده بین چند صد سال گذشته خودتون و مدرنیته که جلوتون بوده. قاعدت هم باید تغییر میکرده. بله. به چیزی نبوده که یهو بهش رسیده. من فکر نمی‌کنم همش هم از سر نداری بوده. الان مثلا خونه خشتیای یزد آجر هم بوده دیگه، کاشی هم بوده، مسجد جامع رو خیلیش با خشت پخته ساختن. بله. ولی اغلب خونه خشتیه، فقط اون شرفی بالا رو آجوری میکردن. حالا اقلیم آخه مسئله که همون خونه ها که درست میکردن، خونه ها مثلا تو اقلیم مشخصه که مثلا خونه که درست میکردن خونه 5 دری بود، در زیاد داشت. اونایی که مثلا وضعشون خوب. آره خونه 3 دری داشتیم و 5 دری. 5 دری ها معمولا بادگیرتر بودن. 5 دری و بعدش مثلا این آهنگی هست میگه خونه بسازن 40 در و 40 پنجره. اون در پنجره ها برای خنک بودنه، میشد با در پنجره های بیشتر خنک کرد فضا را. جناب دریش حالا بادگیرم بوده، بادگیرم بندر عباس هم بادگیرای خیلی خوبی داشت داره، چون به جهت باد مشخص بود، باد شمال و این چیزا معمولا
باد دریا داشتیم، باد کوش به اصطلاح داشتیم و باد شمال که به اصطلاح با بادگیرا بادا رو هدایت میکنن تو فضای خونه، بعد خنک میشدن. بعد ما تو صحبت قبلی که با هم داشتیم در مورد موسیقی حرف زدیم، نمیخوام بریم سمت اون سمت، مثلا سمت ابرام بریم و بله. ما تو یزد ما موسیقی محلی چه بگیم نداره مثلا. شاید هم اگه چیزی باشه من سوادم نمیکشه، کمه. بیشتر یزد رفته سمت نوحه، چون عزاداریش خیلی مثلا چیز بوده. ما نوحه خونهای خوبی داشتیم از مرحوم حسین سعادتمند به این سمت بیشتر، چون مردم مذهبی بودن من فکر میکنم بیشتر اون به جای اینکه بره سمت موسیقی محلی به سمت نوحه خونی رفته. درست. مثلا بوشهر هم نوحه خونیشون خوبه و هم موسیقی محلیشون و خیامی و اون آهنگای محلی که میخونن. یه آدمایی هستن که هم مذهبی هستن و مثلا توی بندر عباس چجوریه، توی اون بازاره، تو کوچه پس کوچه ها چقدر موسیقی میشنیده، موسیقی محلی، چقدر آدما بودن که میخونن. معمولا موسیقی محلی بندر عباس به اصطلاح یک جفتی کسره که به اصطلاح بومی تر از همه هستن، نی جفتی، همین که به اصطلاح تکامل یافتهش مثل نی انبونه است تو بوشهر، ولی اونجا نی جفتی بدون انبونه است. بعدش با دهل و این چیزا، دهل و کسر و اینا، به اصطلاح یک دهل خیلی کوچیک هم هست بهش میگن پیپه. البته من سواد موسیقیم خیلی بالا نیست، ولی اون چی که یادم میاد موسیقی توی بندر عباس به اصطلاح قدیم مثلا شخصیتایی بودن مثل نصرک که اینا موسیقی، یا مثلا زیبا شیروان که به اصطلاح زنی بوده و دهل میزده و کسر میزده و جفتی میزده خودش. توی بندر عباس به علت تقریبا ارتباط موسیقی با بادزار و یه شکلی از رقص درمانی، این چیزا تقریبا به اصطلاح حالت درمانی هم داشته. چون حالت درمانی داشته، اونایی که برای تو این بخش کار میکردن قباحت نداشته که مثلا زنا هم مثلا ساز بزنن یا جفتی بزنن یا مثلا دهل بزنن، این چیزا قباحت نداشته و به اصطلاح چون جنبه درمان و جنبه آیین داشته و اون رقص آره. شما اون قسمت رقص من فکر کنم خیلی پررنگه توی آره. فرهنگ شما. بله. من چون عروسیایی بوده که مثلا از طرف بندری بوده، زن یزدی گرفته و یک گروهی از آدم ها با ساز و موزیکشون مثلا 30 سال پیش 5 سال پیش، مثلا من خودم 35 سالمه ولی من مثلا 5 6 سالم 30 سال یادمه یه تعداد زیادی آدم با سازهاشون رو آوردن و اینجا عروسی گرفتن و زدن و خیلی رقص اون رقص من فکر کنم خیلی پر رنگه توی فرهنگشون. بله دقیقاً همطوره. میگم اونم ارتباطشون با همون بادزاره، یعنی بادایی که بادزار چیه توضیح بده؟ بادزار نوعی بیماری منطقه سواحلیه که خاص بندر عباس هم نیست. میگن این از آفریقا و اینجا اومده. چجوری میشه آدم؟ عده که بیمار میشن، بیماری روانی میشن، به اصل راه چاره براش نداشتن دیگه، کار رقص درمانی براش مجلس میگیره. مریضش مثلا چه جوری بوده؟ حالا مریضی همه چی بهش اطلاق میکردن، حتی مثلا حالا یکی بچهش نمیشد مثلا برای میگفتن باد بستتش، مثلا اجنه دخالت دارن توی قضیه و چون اجنه دخالت داشتن می اومدن با کوبیدن مجلس گرفتن و به اصطلاح رقصوندن اون بیمار به اصطلاح هدف به رقص آوردنش به اصطلاح درمان میکنن. معمولا توی این مجلس هاشون هم شادونه و گرهکو و مثلا گشته و اسفند و اینو همه چیز با هم دود میکنن، به اصطلاح یه خلسه خاصیه که اینو بعد میرقصن. بعد ضمنی که میرقصن اون یه شخصیت هاش
کتاب یه مراسم آیینیه مثلا. آره دکتر غلام حسین ساعدی بهترین به اصطلاح اهل هوا اون نوشته، چون خودش هم کیو میگه داستان روانپزشک دکتر غلام حسین کی؟ عزاداران بیل. نه عزاداران بیل که مربوط به جنوب نیست، چون اونم به یه حال و هوای چیزا بهش نه اهل هوا دقیقاً کتابش اسمش اهل هواست. اهل هوا دکتر غلام حسین ساعدی نوشته و تو اون کتاب به اصطلاح کتاب دیگری هم داره غلام حسین ساعدی در این رابطه که به اصطلاح همین داستاناشه. عزاداران بیل هم میپردازه آره خرافات و به اون ولی زیباترینش میگم اهل هواست تو این کتاب، چون دکتر غلام حسین ساعدی خودش روانشناس بوده و اونقدر خوب نوشته این کتابا. ما که جنوبی هستیم و یعنی دقیقا فکر میکنیم این سالها اونجا زندگی کرده که تونسته اینقدر مسلط بنویسه، یعنی خود بومیای ما نتونستن. این دیگه از روی دست اون دیگه بعداً به اصطلاح این تئاترش اجرا کردن. اولین بار یک شخصیتی که حالا خیلی هم با یزد آشنا بود، فرزاداش منتظری فامیلشونه، توی از این کتاب فروشی مشهور مال میدون باغ ملی، کتاب فروشی بزرگه. چشمک نه کتابخونه سر نبش بزرگه. آقای منتظری دایش عبدالهادی معتمدی که خودش البته اولین تحصیل کرده دانشگاه هنرهای زیبا بود توی به اصطلاح تهران، اولین بار این تئاتر باد زار اجرا کرد. بعدش یه فیلمی درست کرد، تهیه کنندش آقای اینانلو نامی بود به نام آزار سرخ، که تو آزار سرخ علی حبیب زاده بازی کرده بود، که از موسیقیدانای به نام بندر عباس و ترانه سرا و موسیقیدانو که تو نقش برجسته تو موسیقی بندر عباس داشت اون بازی کرده بود. البته اونا تئاتریستن بودن، خود منصفی و خود علی خان حبیب زاده تئاتریستن بودن. این میگم به علت رابطه موسیقی با این بادزار، چون جنبه درمانی داشت، هیچ وقت مثلا شامل لهو و لعب محسوب نشد. یعنی رقصیدن یک امری شد تو بندر، یک امر آیینی بود. شما غیر از اون مثلا غیر از عروسی و اون چیز دیگه محفل هایی داشتید برای شادی، اینکه مثلا موسیقی بزنه، مولودی‌ها، خود مولودی‌ها، تولد امام، اینا حتی تو مسجد. میگم بندر عباس به لحاظ دو مذهبی بودنش آیین‌ها خیلی پررنگه، چون ما اهل تسنن داریم، اهل تشیع هم داشتیم. اونها مولودی پیغمبر که میگیرن خیلی مفصل میگیرن، مثلا مولودی خانی تو سنیا رایجه و ما مولودی هم داشتیم، شادی در مسجد هم داشتیم. یعنی مثلا تو مسجد هم به اصطلاح رقاص می آوردن، مثلا دهل می آوردن، کسر می آوردن، جفتی می زدن، اینا به اصطلاح تو مولودی شاد می زدن. البته رقص عزام داشتیم، ما رقص آیین عزام ما داشتیم، ما تو عزاداری هم رقص داریم. مثلا تو بندر عباس مثلا توی ماه محرم اون مراسم پوش کردن به اصطلاح تابوت و هجده شازده قاسم و گهواره علی اصغر و اینا همه پوش میکنن به که شباهتی به کارناوال های هندی پیدا بکنن. خیلیش هم برمیگرده به خودمون، برمیگرده به تاریخ قبل از اسلام هم برمیگرده. مثلا چیزی که من شنیدم سوادم رو یاری میکنه، میگم مثلا تو سوگ سرداران بزرگی کشته میشدن، سر یه خروس و نصف میبریدن و این خروس دست و پا میزنه به خون ازش میریزه. برای مثلا اونم یه مراسم آیینی بوده ولی این رقص خروس تو خون مثلا و اینجوری چیزی که من شنیدم. و اون مراسمایی که ما داریم خیلیش با هم چی شده، در هم تنیده شده، خیلیش هم مال ما نیست. بابت این که گفتید که اون رقص یک مراسم تقریبا آیینیه که خیلی برام جالب. نه میگم چون تو مسجد هم داشتیم آخه، مثلا تو مسجد هم داشتیم. مثلا
تکیه های ما الزامن آدم های خیلی متدین و متشرعی نبودن. یه تجمعی بود برای حفظ آیین ها. بعدش به اصطلاح این که میگم مثلا فرض دقیقا توی زمانی که زندگی کودکی من مثلا خود کسی که مثلا تکیه داشت منبر داشت مثلا برای ذاکراش اونایی که میخوندن برای اونا مشروب هم تهیه میکرد. مثلا تریاکش هم تهیه میکرد، همه چی تهیه میکرد برای اون که میخوند برای اون ذاکر. بعد همون مثلا کسی که تکیه داشت هوا که گرم میشد مثلا 50 متر اون طرفتر همون تکیه یخچال میذاشت آبجو هم میفروخت. یعنی مثلا این زیاد اینا متدین و متشرع نبودن، یعنی بیشتر به اصطلاح با متدینین بینا میگفتن بنده امام حسین فقط بنده امام حسین بودن دیگه. بعد محرم سفر کاری نداشتن. گاهی همون 10 شب هم بود، خیلی هم همون 10 شب بود دیگه. بعد از 10 شب دیگه تکلف تشرع و تدین و این چیزا به اون شکل نداشتن. حالا بجایی که از بحثه که داره دور نشه دوره برگردم تو حرفای خودت. از معبد بودایی ها گفت، معبد هندوها، بعد میگم معبد هندوها توی بندر عباس هنوز هست. شما هندو هم داشتید اونجا؟ بله هندو بودن. بله هندی بودن یا بله هندی بودن. بله. نه هندی بودن. بله هندی ها بودن. شد مراسمش رفته بوده دیده بوده؟ نه به سن سال من نمیخوره. ولی ابراهیم منصفی پدر ابراهیم منصفی دقیقاً سرایان به اصطلاح همین نگهبان همین معبد هندوها بود. هندوها بعد از اینکه میرن مثل که آخرین نمایندهشون یه آقای بوده به نام جلالی توی به اصطلاح از متشخصین بندر عباس بود، محله عوضی خونشون بود. بعدش و این پدر ابراهیم منصفی هم که داخل همین معبد هندوها بودن، هم به عنوان نگهبان اونجا و اونجا دیگه رفتن. شما یادتون نیست بس باشن تو بندر؟ نه هندو رفت. فقط یادگاری که ازشون مونده خور گرسوزانه که به اسم یه خور بوده به اصطلاح رودخونه بوده که وسط محله میگذره که اونجا اینا رو میسوزوندن، جسدشون میسوزوندن. بعد همین معبد هندوها با آب داشته اون رودخونه. بله خاک سرشون ریختن تو آب که بله. رودخونه فصلی البته فقط زمستون آب داره، ولی خب به هر حال با توجه به جایی که مینداخت ممکنه آبم میومده بالا. آب دریا هم مدش تقریبا تا خیلی بالا میاد. این خورگرسوزون هست، معبد هندوها هست دیگه، عدال یادگاری هندوها. و دیگه حالا همین تجلی رنگ ها، مثلا لباس ها، ساری لباس ها شبیه مثلا هندوها هست، یا مثلا آیین و کارنوال های دست جمعی، رقص های دست جمعی و ساز زدن و این چیزا تقریبا هست که هم توی عزامون مشخصه، هم توی به اصطلاح عروسیامون به اصطلاح که یادگار فرهنگی مانده از هندوهاست. حالا باز هم برگردیم به عقب از نقطه اول. دریا یعنی چی؟ دریا به نظر همه شما برای ما قوت، برای ما همه چی. یعنی اصلا کلا یه بندری هیچ وقت پس انداز نمی کرده، چون دریا بوده. دریا همیشه می آورده، زمستون تابستون، یعنی فصل خشکی نداشتی هیچ وقت. یعنی شما بچه بندر اگر گرسنه هم بشه میتونست با دست یه دونه خرچنگ صید بکنه که شکمش رو سیر کنه. یه دونه خرچنگ با دست میتونست از تو صخره‌های لب ساحل با دست هم میتونست بگیره که گرسنه نمونه. به هیچ وقت گرسنه نمونه، چون دریا بود، قحطی نداشتن اصلا. چه حسی بهش داره؟ یعنی اون حسی که به پدر مادر خودتون داره؟ دقیقاً همینجوری. دقیقاً. یعنی ما الان، من که بیاز الان زندگی میکنم، اگر مثلا 3 روز برم بندر،
اولین جایی که میرم لب دریاست. یعنی لب دریا باید برم، یعنی مثلا یه حالت مثلا حس بستگی دارم باش. ولی یه چیز دیگه هم هست، یه چیز ترسناکتری هم هست. بله. که دریا برای شما دشمنم آورده. بله. خیلی هم آورده. تلخی دریا، من اتفاقا یه شعری دارم که دقیقاً تلخی دریا را باستاب دادم تو شعره. اصلا بحث این که یه سری آدم ها برن و بمیرن نیستا. بله. چون آقا همیشه خوبی باشه. بله. دریا یه سری آدم ها رو گرفته، ولی دریا پرتغالی ها رو هم آورده. بله. دریا انگلیس ها هم آورده. بله. حتی خود خشونت دریا، طوفان‌های دریایی خیلی جوان به اصطلاح از ما گرفته. حالا من یه شعری دقیقاً در همین رابطه گفتم، چون همش که میان دیدن دریا، میدن زیباییاشو میبینن. من زمانی که دانشجوی دانشگاه پیامنور بودم، قرار بود که از تهران دکتر سیروس شمیسا و اینا بیان بندر. بعد من این شعر رو برای اون مراسم گفتم. مرد جنوبی یه روز جوانم، هم دل نزدیکم هم مهربانم. مرد جنوبی یه روز جوانم، هم دل نزدیکم هم مهربانم.